بنده من سخن کنم ممکنه اجازت است؟ برادر. بنده پروگرام من هستم مولای منصور. در ثبت اینترنتی داخل شدم برای من یک سلکرایی کردن. خب اولا از درگاه الله مسئله میخوام که قرآن عظیم شان سرمشق حیات ما و شما بگرداند. آمین. و خلقت ایمان بحر ما و شما نصیب بگرداند. آمین. و کسانی که الان صدای بنده را میشنوین و شما هم که برادر در اینجا در نشست دارین میدونین که الله رب العزت چی گفت؟ الله جل جلاله الله رب العزت در قرآن عظیم شان گفت که ای انسان ها، من شما را خلق کردم، اشرف المخلوقات هستی. بله ما اشرف المخلوقات هستیم. پس ما امروز اشرف المخلوقات چی کردیم؟ اینما المؤمنون اخوه. ای امت بیدار شو که پیامبر زیبا محمد صلی الله علیه و سلم گفت که مؤمن برادر مؤمن است. امروز چشید است که مؤمن حرام گفتم. روز دشمن برادر من سخن دارم. ما بود میگم بعدا شما صحبت کنیم. نه اورا آزادانه صحبت کنیم. امروز برادر دشمن جان یک دیگر شدیم، دشمن خرسند میکنیم. مگر محمد زیبا نگفت که حب الوطن من الایمانی؟ مگر معلم بشر نگفت که حب الوطن من الایمانی؟ این مردم دوست داشتن وطن از ایمان است. امروز ما جوانای امت بین یکدیگر تفرقه و نفاق میاندازیم، یکدیگر با هم دشمن میسازیم. از گوشه دینداری من و شما نیست. برای چی ما امروز خلقت ایمان معلم بشر بهر ما و شما تعلیم دادن، امروز ما با گروه ها تقسیم شده ایستاده ایم. من بیزارم از آن مذهب و مذهب بازی ها و گروه سازی ها که امروز ما را با هم دشمن میسازه. پیشوای ملت میگن، اساسگذار صلح و وحدت میگن اینو به حال خودش بمانه. یک بار نظر بکنین در حیات سرگذشت معلم بشر که اصحاب پیامبر برفتن به سوی حبش، وقتی که در اونجا رفتن پیامبر اکرم براشون چی تعلیم داد؟ که اون اولوالامری قوم و مذهب و مدائن دین خود نصرانی بدن. رسول الله گفت شما کار کنین، ادب از نگاه دین رعایت کنین، او اولوالامر ملک وطن خودش است. امروز ما میگیم پیشوای ملت امام علی رحمان که سعی کوشش و پولی و مالی و جانی برای وطن کردن، وطن آباد کردن، جوانای نازنین صدای مولای منصور با این برادری در نشست گوش کنین. این رشته نفاق سرچشمه ای دارد که ما را با هم دشمن می سازد. امروز قرآن در حضور من و تو آتش زدن. امروز من و تو مشغول بازی های پاپچی و یک دیگر نفاق مسکیده محرف کش رفیه دین بکن، فلان بکن، این بکن. ای مردم بیدار شوید که دشمن ما را با هم دشمن می سازد. دوست بدارین وطن و ملت خودتانه. این برادری که در کرسی نور در نشست دارد اینم دوست بدارین. این برادری جنتی ماست. الله را شاهد میارم که دشمن ما و شما را با هم گروه ها ساختن. این رشته نفاق. باز میگم برادر عزیزی من، جناب عالی پیشوای ملت و هو الله خلقتنی، خدا خلقش کرد و اکتبن کتبین و اون در قسمت قدراتش نویش که در کرسی رعیت بر نشست میکنه. این از خود ما و شما وابستگی میکنه. مگر خدا نگفت که از نیت شما برای شما حاکم مسلط میکنه؟ بله. مگر خدا نگفت که ما از نیت شما، از افعال شما برای شما عمل حاکم را مسلط میکنه؟ بله بله. امروز مگر بعضی برادر خواهم بود میکنم برادر اجازت خواهیش من بنده خودم گفت که مردگاه که او معلومات عالی ندارم که همون بنده ای که مرا بسیاری برادران میشناسن مولای منصور در سایت اینترنتی هم هستم، در سایت دیگر ها. من راستی یکم با شنویدگی من راستی جمهوری تاجیکستان دوستار ملت و وطن هستم. با جوان ها میگم که ملت و وطن از دوست بداره. بله 100% ما خداوند نیتی ما و شما که سالم و درست و اتفاق اتحاد متحد شدیم باز نورن علی نور میشود. مگر پیشوای ملت داخل کعبه نشیدن؟ ببینین مولوی صاحب یک دقیقه ببینین مولوی یک دقیقه صبر کنین. داخل کعبه نمیشود. طاغوت شیطان است. ببینین یک دقیقه مولوی محترم، درست است که ما هم امروز تلاش ما، کوشش ما به خاطر این است که باید، یعنی که اون کسی که تفرقه می‌دازه، اون کسی که در مابین مردم به یکدیگر می‌جنگانه، مردم در بدر کردگی هست، اون هم انمین کسی که تو به این قدر خواندگی، تو به این قدر
علم باز هم با همون زبان پرت پیشوای ملت داد بزنی، همون پیشوای ملتت حجاب تحقیر نکرد، همون پیشوای ملتت مسجد را درش بسته نکرد. آیا جناب محترم شما میگن که این برادری که در کرسی نشسته احترامش بکنین؟ اصلا برادر عزیز، من به اینجا نشستم که کسی مرا احترام بکند و کسی مرا حرمت بکند. من به خاطر این نشستم که کسانی که چاپلوسی میکنن و دین استفاده میبرن از این ظالمی که تحقیر دین کرد و این ظالمی که مسجدها را بست و این ظالمی که مسلمانان را دربدر کردگی است، برای خاطر این نشستگی هستیم که ما مسئولیت خودمان ادا کنیم. امروز تفریقه را خود رحمانوف میدازه. شما آیا چشمتون نمیبینین که رحمانوف به آشکار در برنامه‌ها در تلویزیون برآمد از مردم، از کسانی که لباسی روسری بربر میکنن اونها را تحقیر کرده؟ آیا شما اینها را به گوش خود نشنویدین؟ عزیز من سخنی من با دقت گوش که من به امام علی رحمان پیشوای ملت کار نه. برای همین خاطر ببین برادر، مادام که تو جناب عالی و پیشوای ملت اینقدر تعریف و توصیف کردگی و آیت و حدیث برای من میخونی، آیا برای تو اون آیت ربط نداره که اون و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه ظالم اهلها؟ آیا این آیت به طور مولوی منصور ربط ندارد؟ اون کسانی که بیگناه پشت زندان میروند، تو نمیدونم به کدام راه و حیله میخواهی که این پیغام تا به مردم برسانی که جوانا شما ما را دشمن تفریقه میدازه؟ دشمن ما رحمانوفه، دشمن ما یگان دشمن دیگر نداریم. کسی که دین تحقیر کرد، کسی که ریش جوان تراشید، کسی که مردم دربدر کرد، کسی که زوادها را فروخت، کسی که وطن فروخت، رحمانوفه. چی خیلی با رحمانوف تو کار نداری؟ تو در کدام حدیث خوندگی؟ تو در کدام آیت خوندگی؟ تو با رحمانوف کار ندارم، به ایش کار ندارم. شما اگر رفته و که شما اهل دین هستین، شما در دین اسلام خیانت نباید بکنین، شما نباید تحقیر دین بکنین. شما با این و من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بعضی از مردم در منبرها میبرن این خیلی گپی شیرین میزنن، وقتی که از منبرها پایان میشون والله قسم است که به غیر از فساد دیگر چیزی نمیخوان. تو اینقدر شیرین گپ میزنی، باز هم میگرده که جناب عالی این مملکت این خیل کرده. چی جناب عالی؟ او جناب عالی بطره به ما را یک کلغه و یک تپک فهمیدی؟ جناب مولوی امروز از برادرای شما یک کس برآمد علما را تحقیر کرد، تکریش فلانریش آدمای شما بودن که باز ببینن یک دقیقه ببینن، اون کسی که علماها را تحقیر کرد از ما بین ما کسی تحقیر نکرده است. ما هر وقتی که گپ زدیم، ما هر وقتی که بر ضد کدام کسی روحانی یگان دینی که بر ضد ما دندان نشان داده است، بر ضد ما گپ زدگی هستیم. ما از حق خودمان دفاع کردگی هستیم. کسانی که اهل دین هستند، روحانی هستند، میان در بیرونا میگردن، از همین مردم کمک طلب میکنن، بازم کوشش میکنن کسانی که حق میگن اینا را در مابین مردم بدنام کنن. فهمیدید جناب مولوی؟ سخن رسول الله را گوش نمیکنی که انما المؤمنون اخوه گو سال 91 کردیم بس نبود که امروز بارشته سر زده است. ده دوملا انما المؤمنون اخوه، این دوملاهایی که میروند زندان میشوند، تو مؤمن اخوه این چیکار میکنی؟ بعد این مؤمن اخوه برای تو ربط ندارد. سال 92 و 91 تا مردن دیگه، از همین 30 سال شده است 92 و 91. بعد از تو فرزند تو بیاد یک دوملا بچه بیاد باز فرزندای ما را بگه که شما 92 میکنین 91 میکنین. شما یک بار شرم کنین تو از کدام آیت گپ میزنین؟ این آیت فقط برای دیگرها ربط داره. این آیت چرا برای خودت ربط نداره؟ کسانی که بیگناه رفتن زندان شدن، چی با برای اینا؟ کسانی که مسئولیت در دستشان گرفتگیان دزدی میکنن، چی با یک بار زبان نمیکشی از اونا برای درگیم بر ضد اونا گپ زنی؟ چی با این منکرا را پیش راهش نمیگیری؟ همون کاری که ما کرده ایستادیم کو در این مابین
در این کاری که ما کرده استیم در این مابین انمورا ما مسئولیت خودمان گرفتگیم که با مردم ما باید صحبت بکنیم، ما باید حقیقت بگیم، وگرنه شما ور انسان هایی که از دین گپ میزنین ببین اتقوا الله، از خدا بترسین، قوم جمع ما رو پریشان نکنین. ببین ما اتقوا الله، ما از خدا میترسیم، ما از خدا ترسیدیم که این راه گرفتگی هستیم. اما شما کسانی که اتقوا الله گفتین فقط در زبان گفتین. شما اگر اتقوا الله به شما تأثیر میکرد امروز نباید ریش یک جوان مسلمان در تاجیکستان تراشیده میشید. اگر امروز اگر اتقوا الله برای شما تأثیر میکرد نباید خواهر مسلمان برای حجابش به تحقیر میشید. اگر امروز اتقوا الله برای تبار مولوی تأثیر میکرد نباید یک خواهر مسلمان می اومد در روسیه با شپتل سقیچی یک انسان بدین سقیچه او را تازه کنه. شما اتقوا الله فقط ما را میگین، اتقوا الله فقط به ما ربط داره. شما اگر اون تقوایی که شما میگین، اگر اون تقوا و اون یاد خدا در شما میبود، شما بر وقت این راه شما بده کول. این مسئولیت شما کسانی که اهل علم بدین. اما شما امروز این راه نگرفتین، پس مجبور شدین که ما ببریم در این راه و مردم دعوت بکنیم که به مثل شما و من الناس من یعجبک قوله، بعضی از انسان ها سخناش برای تو دم میگیری وقتی گپ میزنه. چند دقیقه مرا صحبت بتین که سر میکنه آیت و حدیث و شعر بعد چیکار میکنه؟ و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا را هم شاهد میاره برای گپاش. و هو الد الخصام، در حالی که او انسان سرسختترین دشمن است. و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقتی که از منبر پایین شد اون به غیر از فساد، به غیر از زراعت از بین بردن چیزی نمیخواه. کسی که امروز در حکومت شیشتگی است از او دفاع کردن هیچ معنی داره؟ کسی که امروز در حکومت میشینه امروز مردم را تحقیر میکنه، تمام مقدسات دینی را پایمال کردگی است، چرا در مقابل اونها شما زبان نمیکشوین؟ جناب مولوی صاحب، ببینید برادرها، از همین خاطر این کسانی هستند که ببینید ما یک گپ میگه که با این برادری که در این منبر نشسته است این را بسیار احترام کنید، این جنتی هست. اما جناب عالی هم برای ما بسیار مهم است. مرا جنتی پنتی نگین، مرا احترام نکنین. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما هر چیزی که میکنیم به خاطر پروردگار میکنیم، از شما نه احترام میخواهیم و نه تشکری میخواهیم، بلکه هر کاری که میکنیم به خاطر پروردگار میکنیم. اما اینجا وقتی که ببرای این برادر احترام کنین، درست است، تشکر، اما این چی معنا داره دشمنی مرا از منبر ما میبرای تعریف میکنی؟ ما با امام علیش کار ندارم. تواضع گر همه خواهی رفیقی بید مجنون شو، اگرچه او به بالا می رود سر بر زمین دارد. تواضع های دشمن مکر صیادی بود بدیل، که خمخم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. خمخم رفتن شما بهر قتل مرغان است. فهمیدید برادر؟